در مورد معایب ترکیه، یکی این که شما برای اینکه در سطح اجتماعی مناسب اینجا قرار بگیرید، بچه‌تون راحت باشه، جای مناسبی مدرسه بره، خونه خوبی داشته باشید، باید در یه حد مالی به بالا باشید. در واقع این کشور سرمایه پذیره و به این شکل هستش. دوم این که اقتصادش به یک شکلی هستش که باز شما باید قدرت مالی بالا داشته باشید، اکتیو باشید، مرتب دوره ببینید، در فکر یه مقدار درآمد دلاری و لیری اینجا باشید اکسترا بر پولی که از ایران میاد، یا اگه پولی که از ایران میاد باید به اندازه کافی باشه. یک مقدار اگر قوی وارد نشید، چون قوانینش بر حسب اینکه سرمایه ها رو وارد بکنه تغییر میکنه، برای کسی که امکان مالی کمی داره و اینکه نمیتونه از اون مسائل برخوردار باشه، مثلا خونه مناسبی بگیره که بخواد توش زندگی کنه، یا مثلا فرزندش رو مدرسه مناسبی بفرسته، ممکنه احتمال زیاد تو دردسر بیفته و مشکل بخوره.